دانه یک دانه دل برک نازدانه، دانه دانه یک دانه مثل پری میمانه. گل دانه دانه شیرین زبانه، حیزی بخانه تو که خندیدن و دل بی تکانه. گل دانه دانه شیرین زبانه، آخه گنچه لبانه. لبی سرخ تو ماننده اناره، گل دانه دانه تو چشم نازی تو جوره نداره. شیرین زبانه گلم امشب بیا با عشق و ناز، نکن بهانه که بابک از غم تو بیقراره. برگرد به خانه گل دانه دانه شیرین زبانه، حیزی بخانه تو که خندیدن و دل بی تکانه. گل دانه دانه شیرین زبانه، آخه گنچه لبانه. عزیزم مای من ای بهترینم، گل دانه دانه بیا تو ای فرشته زمینم. شیرین زبانه همیشه شاد و خندان باشی ای گل، نکن بهانه الهی غم به چشمانت نبینم. برگرد به خانه گل دانه دانه شیرین زبانه، حیزی بخانه تو که خندیدن و دل بی تکانه. گل دانه دانه شیرین زبانه، آخه گنچه لبانه. آرام قلب مایی مثل فرشته هایی، جوره نداری گل و معجزه خدایی. بیا و والله که پر از ناز و ادایی، بیا عزیزم به خدا که با وفایی. بیا و والله که پر از ناز و ادایی، بیا عزیزم به خدا که با وفایی. خدا تو را با چی آفریده، مثل تو هرگز کسی ندیده. عشق امیدی گل سپیدی، از همه حالم به من رسیدی. عشق امیدی گل سپیدی، از همه حالم به من رسیدی. آرام قلب مایی مثل
ماشاءالله نام خدا ماشاءالله عبدالخالق شد دست بالا چک چک آخری و چک چک مایده مایده من مثل خودت پیدا نمیشه زبانم گنگه میشه اگر عاشق من باشی چی میشه بردی دل من پشت سرت گاهی نگاه کن کمی شرم و حیا کن صدایم میکنی عشقم صدا کن بردی دل من مثل خودت پیدا نمیشه زبانم گنگه میشه اگر عاشق من باشی چی میشه دل من پشت سرت گاهی نگاه کن کمی شرم و حیا کن صدایم میکنی عشقم صدا کن بگذاری که با چای اگره نمیگذاری فعلا برسیدیم به منطقه با آخرین جای شلوغی هم نششتیم آمدیم به آخرین جا دیگه پستله قدر میبینیم قدرت خدای درخت ها و کوه بستان درخته. سلام استاد وحید. کاش که از این چرکی را کدید تا دیگه هم می آوردم. ما گفتم به تا دکن 100 دانه زمینه دارم. خلیفه آشپز ما امروز چی ماه پخته کنه؟ روش خندری آنه دیگه بنجیرومی خلیفه آشپز امروز روش پخته میکنه که ما هم یاد گیریم. لیمو، فلفل، سیر، پیاز، کچلو چند عدد کچلیه دیگه همه اگه بیای غیلونه چکار میکنه قلنده؟ هیچی میگم این بولو رو از مونه نمیای اگه بیای من بخواه بلال همین نوم از چیه؟ دستگاه اکسیژن آه حالا باشه حل وازی نشوندم ورزشکار این دستگاه اکسیژن اگه تو دکتر بشی کار مردم خراب هر چی میفهم بنو اگه بومون باز نمازدگر شه آدم میخوره گوش نمیشه خوب شد که کشا راحت آوردم باشه ببینه بیای من خانه دار مستقر میگم
هم قیلون تو نیست قیلون بر نبوره بسیاری قم قیلان خود استاد وحید زغالا شما نیمری شد. باشه که بوتی پخته شد روی مکمل شد نیمرو نشد این دیگه چی پخته میشه بلال جو؟ اینا دیگه روش میشه جان شما بزنید خوب گوشنه هم هستیم فولکی پخته شکه نفهمیم که چی رقم میخوریم. این قیلون رو دامن جوش بودن دوکه این دنگه بفتاد است زید دن گرده همه سفایا بلال داره ما میگه باش میاد میگه بیدی باشم بگیر اگه باش تو یک گوشه باز میگیرم سیرا بدل استاده استاد اور سیره اصل پیدا میشه هم پاکستانی نه های والله سیرا خوبه استاد پیدا میشه حل بوده شیریدی برارزاده خواهم نداد با خدا هیچی نه نوزاددار شد عمل خدی هم آقا جواد میده باشه بخیر از وجه بیایه نی اوه ای میلو و پنجا خاطر خرابی راه 11:30 بجه برسیدیم پستاله این درخت های پسته این پسته ها که هنوز دیگه نو هیل خوشهای نجور شده. استاد باید بیایم این برکن یک اسکیلی برای بگیرم همون جا معلوم نشد راه کجا بیده. خیلی استاد میگی بی اوه تو وقتی بغل بود استاد مفتیش به نظر استاد از بیتر پیدا نمیشه خوب منطقیه ها نمی مال گل نمیشی تبت کنی بلندی زید خوی هم بزدیم دیگه. السلام علیکم خدمت شما استاد بسیار خوشحالیم به خیریت دوغاشتنه دوغا میده دیگه دیگه چی به شما بگم این دو قرادم بخوریم بشکرم هم زیر سر خوب بخوره دیگه خوب شد قلندر چی میگم 5 دقیقه قلندر 5 دقیقه پیش نمیفهمی کام اعدای دیار کنم بگی کام قلندر شو بخونم الان نمی بگو عشق این بلار جان هم که هست همه گوشتار به کسا کرد و 5 نفر آدم اینو خورده میشه این جینی دیگه گوشتی نی ایوی نی هیچی دیگه نیه ما اینجا بیام ما اینا شو ما بس تکیم اینجا شو ما یک چیز نیست اینجا بو على بالمون ما کاست رکورد میگم نفاست تو بس تو خفاف یعنی یک کادگاه آماده ای پستار میخوره بوره کنه بود بوره خواهر خودی رقابت کن چلنج و پدر تخمتون را که تو خیلی بیعقلی چلنج پخته کردن و جمع بود چشتن اما کاره و جمع بود دیگه جمع کردن و جمع شمانه 10 تا جوانه دوغا کم شو باشه یکی دو همه بلال شرکه همون دوغا دیگر خیلی کتامی سر بسته میکنه ما میتونیم خوریم یخ داره نه میگم که دوغ بریزه خیلی شوره اینا
خودم خشک باشه، رشک به معنای خشک. بسه بیار. خیلی بندم و تای نگاه رو خیلی گذاری. ای تخار آمدم ای تخار آمدم کلاب میرم جانا قطیار آمدم بیار میرم جانا قطیار آمدم دستا بگردن لالا با جانجور آمدم بیمار میرم لالا La 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 را نازم لالا قدیار آمدم بیار میرم لالا قدیار آمدم بیار میرم لالا
صادق کریمه بابا بازا هیچ فرقی نداره در دروغ نداره این تکارم خاطر گفتیاری هیچ نداره خودم نکنه زنده باید داشتم خلاص شد The Bronze Girl Mudrik Surush Sha'bani Arranged by Saman Mohammadi Studio Soul